اختراعات جدید از گیاهای طبیعی کشور و غالبیت این کشاف جوان در آزمون جمهوری تیار نمودن رنگ‌های طبیعی برای رنگ نمودن مساط‌های نساجی. تفاوت رنگ‌های آماده کرده اختراعکار جوان از دیگر چنین کشفیات با اصول ساده کرده آسان‌تر همون رنگ‌ها را به دست آورده استادیم. نقش این نوآوری در رشد صنعت کشور برای ساحه صنعت نساجی پایداری مستحکم میباشد. تلاش یک اختراعکار جوانی نوآور با دولت چین سفربر شدم و در آنجا تا یانبو از کورس‌های بازآموزی صاحب سرتیفیکات بین‌المللی شده آمدم. شرح بیشتر را میتوانید در برنامه نوبتی ما ببینید وقتی که تو از نخ‌های آمیخته باشید در تلویزیون دوشنبه.